بسم الله الرحمن الرحيم. İstifa! 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 Ateş parkatı üstü. Ateş parkatı üstü beşli. Gel. Gel. Хуйкине плакатора. Занакода бутен дастошона плакатора. Қатор бесен аяла бардору. Био майра мегиру. Оль беси. هیچ کس میگه راه نگذاره میگه اینه میجا توندم تو چیکار میکنی گاب میزنی Посольство Таджикистан, как всегда, махкамай. Дистанция бесен, барлары азиз, дистанция dur besen. Dur besen kishot ki bibinen hamashuna. Haromi kasofati lain. Aujourd'hui, دوستای عزیز سیامکار رفته است در پیش посольство تاجیکستان در شهر برلین. بعد از 10 دقیقه انشالله سر میکنیم برآمده را. ما امروز مسئله و خصوص دستان مواجهه و مسئله بزرگ ترین مقابل سیاسی و مسئله شکنجه و مسئله مورد تداول مردم و چگونه که در جمهوریت اکثر بگیرد در افغانها و مورد شده و شدید کنید برای مورد شده است. حالا ما مسئله مردم و مورد مردم و مورد مردم شده و الان استیشن رو به رهبر سازمان سیاسی مورد مکاندار میگن و صبح و شما رو دونه نمونده تمام بسر مدد مطالب من آن مکان بود ارمندان Kamo وسخشونه میده. ها با ما نگه میکنه و یکان بخار از این آباشان از این خائنان ملت بخارت بنیتند که به نفع مردم براید و صدای دل مردم را شنود. ما دیر در مسئله سنت پترزبورگ یکاترینبورگ استانبول ماهی کردیم. این روز در بزرگی هستیم. انشاءالله اون روز تولیستی ما در تاجیکستان هستیم که همانی برای هستیم و صدای انقلابی مردمی در جاده خیابان‌های تاجیکستان صدا دهد. این رژیم قاتل و این رژیم آدمکش این مردم را مجبور کرده است ترک وطن کنند. برای آنکه تاجیکستان را رحمان و خون دل رحمان و بدن دل رحمان و خانواده رحمان و دوزخ بدل کردند و مردم دارند از این دوزخ دیوار میکنند.
ما میخواهیم پناههای مصرف‌آمیز به رحمان و به حکمت رحمان و خیلی که امام علی رحمان باید استعفا دهد و جز استعفا و دیگر راهی ندارد و دیگر نمیتواند که تاجیکستان را از این واقعی ناامیدی از این بدبختی ها آزاد کند. و مسئله دیگری که امروز ادا خشکت میکنیم این مسئله آزاد کردن محبوسان سیاسی است. ما قاطعانه طلب بنماییم که محمد رضی اسکندر و زید سعید و مقصود ابراهیم و یعقوب سلیم و دیگر برادران ما که در محبس‌ها هستند آزاد کرده شوند. آزادی و تاجیکستان آزادی آزادی یعقوب سلیم و آزادی مقصود ابراهیم آزادی و زید سعید آزادی و محبوسان سیاسی آزادی و خبرنگاران آزادی تشکیلات‌های غیر دولتی آزادی و مردم تاجیکستان آزادی رحمان و شرمنده رحمان و شرمنده رحمان و سلامت رحمان و سلامت جای تو کنج معبد جای تو کنج معبد رحمان و سلامت رحمان و سلامت رحمان و خلافت رحمان و سلامت جای تو کنج معبد جای تو باید با یک نفر وطندار و وطنپرور و این امارت حکومت یاد امارتی حال امارتی مدارجه امارتی همیشه در دل ماست و ما حتما انشاءالله با سری و بلند با وطن برمیگردیم و امارتی و راه امارتی همراه ما خواهد بود. این رژیم بدبخت این رژیم کثیف رحمت است و نه تنها امارتی را کشت بلکه میخواست 5 شده 5 طفل جناحی او را همراه آیدهش نابود کند. مرگ به ظالمان مرگ به ظالمان مرگ به ظالمان مرگ به ظالمان مرگ به امام علی رحمان مرگ به امام علی رحمان در منهای کاری که بیرون از تاجیکستان و آزادی و ارزش‌های دموکراسی رسیده برای متاسفانه امروز در وطن خود در کشور خود نمیتوانیم به عالی‌ترین آزادی‌ها و عالی‌ترین البته برای همه ما و شما معلوم است که حکومت رحمان یک حکومت واقعا سریسا با یک مدل افراط‌گرایی دنیوی امروز داخل قدرت حکومت میکند و افراط‌گری‌ها هم چند نمود میشوند و این افراط‌گرایی که امروز و اکستریمیسم که امروز امام علی رحمان دارد این افراط‌گرایی دنیوی است و با مدل نو ما امروز از تمام جامعه جهانی دعوت میکنیم که در مقابل افراط‌گرایی دنیوی و در مقابل حکومت اکستریمیست و تروریست امام علی رحمان در برای مردم مظلوم تاجیکستان ایستاده با مردم تاجیکستان را از این بدبختی که امروز در سرشان آمده بیرون بیاورند. و همچنانی که دوستان گرامی الان ما در کشور آلمان در شهر برلین در روحانی سفارت توانستیم که حقوق‌های شهروندی خود استفاده کنیم و ناراضگی خود را نسبت به حکومت تروریست و اکستریمیست امام علی رحمان را بیان بکنیم ولی عالی‌ترین شرایط‌ها برای مردم تاجیکستان فراهم آورده نشده و بسیار جای تأسف است و بسیار جای بگیم که امروز جای شرم‌آور است که ما
مردم ترکستان توانسته که با عالی‌ترین ارزش‌های دموکراسی و ارزش‌های انسانی برسد. و البته ما سعی و کوشش داریم که با ارزش‌های دموکراسی و حقوق‌های که امروز در جامعه جهان آزادی و حقوق انسان‌ها بالا می‌رود و برای مردم بیشتر آزادی‌ها داده می‌شود. ولی متأسفانه امروز در تاجیکستان آزادی‌ها محدود کرده می‌شود، درست سطح آزادی‌ها به پایان رسانده می‌شود و تلاش‌های ما برای بیشتر کردن آزادی‌های مردم تاجیکستان است و ما گروه‌های سازنده و ببینید که در اطراف ما همه جوانان جمع آمدند و این نیرویی که در اطراف ما جمع آمدند همه مردم تاجیکستان هستند و برای آبادی و سازندگی این کشور ترجمه آمدند و از این رژیم دیکتاتور و از این رژیم خائنی که امروز 4 سال سریسا با یارق از سر این حکومت نشستند و مردم احترام میکنند و باید اینها مجبور ساختیم امروز بربخیزند و یکجا بشوند تا ببرند. تمام تماشای ما بهر از بین بردن حکومت تروریستی است، حکومت اکستریمیستی است. باید جامعه جهانی داند و جامعه جهانی فهم است که امروز مردم تاجیکستان با ارزش‌های دموکراسی کوشش کرده صحبت که صاحب ارزش‌های دموکراسی شوند، صاحب حقوق و آزادی‌های انسانی شوند و صاحب آن امروز می‌بینید چقدر یک حکومت آزادها در اروپا و دیگر کشورها یک حکومت آزاد است. تاجیکستان هم مردم تاجیکستان هم حق دارند که چنین یک حکومت آزاد بسازند و حق دارند که در یک فضای آزاد زندگی به سر ببرند و حق دارند در تاجیکستان تجارت بکنند و حق دارند آزادانه عبادت کنند و حق دارند که در تاجیکستان کار و فعالیت زندگی کنند و تنها این مالکیت تاجیکستان مالکیت خانواده رحمانوف نیست. رحمانوف مالکیت تاجیکستان مالی رحمانوف نیست. مالکیت تاجیکستان تاجیکستان مال مردم تاجیکستان است. تاجیکستان مال مردم تاجیکستان است. رحمانوف بی‌صفا رحمانوف تروریست. امام علی رحمانوف اکستریمیست. امام علی کیلر. امام علی رحمانوف دیکتاتور. امام علی رحمانوف استعفا. مارش بر رحمانوف. مارش بر اطراف رحمانوف. مارش بر حکومت رحمانوف. بسیار عزیز ببینم امروز ما حق داریم صاحب این حکومت صاحب این دولت تاجیکستان مردم تاجیکستان است. ما حقی بر این زمین داریم، ما حقی بر این دولت داریم. نه یک دولت نتواند تمام حق این ملت از پا بگذارد، نه نتواند یک دولت خونخوار یک دولت بی‌شرفی به نام که امام علی رحمانوف امروز در مقابل دموکراسی عملهای تروریستی خودت در بالای مردم شریک تاجیکستان انجام میدهد. ما تمام سعی کوشش میکنیم تا حکومت تروریست و حکومت اکستریمیست امام علی رحمانوف باید از بین برداشته شود. مردم تاجیکستان میخواهند در تاجیکستان سربلندانه در زمین پرچم آزادی سربلندانه زندگی کنند، نه در زمین پرچم غلامی، نه در زمین پرچم خانواده رحمانوف. ما مردم آزاد هستیم، ما را خداوند آزاد آفرید. ما امروز حقوق کنستیتوشنی را طلب میکنیم از خانواده رحمانوف. ما غلامی خانواده رحمانوف نیستیم. ما مردم شریک سربلند تاجیکستانیم. برای حقمان، برای حقوقمان، برای ملتمان، برای دولتمان دیرمان نرکوز است. این موضوعات این ملت ها از این ملت از این دولتی خصوص کنیم. مارش بر رحمانوف. مارش بر رحمانوف.
آزادی میلاد رو رحمانو کپیدان توپیکا اکبر یک تایی ما را بکشید صد تایی ما پیدا می شود این برادری ما را بکشید صد تا این برادرانی ما پیدا می شود جان فدا می شود ما برای همدیگر متحد چیز جان قربان کنیم برای همدیگر به قیمت جان از همدیگر دفاع خواهیم کرد ما تن به تن حکومت تروریست و اکستریمیسم رحمانوف را از بین خواهیم برد ما ملت سربلند تاجیکستان هستیم نمیخواهیم رحمانوف در ترین ملت یک حکومانی با اولاد و اجداد خانواده کسی باش حکومت میکند ما ملت تاجیکستان ما شهروندان تاجیکستان با چنین اعتراضها تا استحصال رفتن تا برهم خوردن حکومت تروریست در تمام گوشه‌های کنار دنیا سر بالا خواهیم کرد آواز بالا خواهیم کرد این حکومت اجدادی این حکومت اولادی این حکومت بشهادی رحمانوف را از بین خواهیم برد ما با هم قوه بزرگ هستیم ما با هم نتوانیم این ملت را آزاد بکنیم ملت تاجیک از این بدبختی ها از این تنگی ها از این قضاوتی ها از محاکمه ها آزادی 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 به صورت قدرت آزادی آزادی به محمد روزی اسکندرov آزادی آزادی به دست سیدov آزادی عزیزان من خواهش می‌کنم این سفارت تاجیکستان این مال تاجیکستان است این خانه زیبا و قشنگ این خانه تمام مردم تاجیکستان است ما خواهش می‌کنیم که سفیر تاجیکستان ملکشاه نعمتوف اگر مرد باشد بیاید و درد دل مردم را گوش کند آقای سفیر و کارمندان سفارت داردور زرد ما میبره و زوجالی میبره التماس قد مکنه او جون بدرو مثل شما ارباش نیستند چیزی نیستند اینجا نمایندگان تمام تاجیکستان از ختلان و بدخشان از حصار زرخشان از رشت و حصار و تمام گوشه های تاجیکستان جمع آمدند ما نمایندگان تاجیکستان هستیم شما خائنان تاجیکستان هستیم ما فرزندان تاجیکستان هستیم شما غارتگران تاجیکستان هستیم ما ناموس تاجیکستان هستیم شما بیناموسان تاجیکستان هستیم ما آزادی میخواهیم شما غلامی میخواهیم ما میخواهیم که مردم سربلند و ترخواه زندگانی کنند اما شما میخواهید که مردم مهاجر باشند مردم غلام باشند برادران عزیز امروز در تاجیکستان اعلام کردند که امام علی رحمانوف گویا پیشوای ملت یعنی لیدر نفسی داهی باشد خواه بر دهنشان گناه دیگر را پیغمبر و خدا میخوانند اما رحمانوف بی‌آبروترین بدنامترین زشنامترین رهبر کشور در اروپا است Hoca Ali kış da kış bigi bu mondu çıkı. Hoca Ali id mabiratro devona şidegen bigi Macho التماس برای تلویزیون نکنید زاید سیدو و خود سلیمو و برادران دیگریم مقصود ابراهیم آزاد نشوند ما که دعاهای خدا در تمام کشورهای دنیا
دوام میدهیم و شعار ما همیشه یکی مرد بر رحمانو مرد بر رحمانو مرد به این رژیم خونخوار مرد به این رژیم خونخوار مرد به دستجام مرد به دستجام مرد به زهاب مرد به زهاب مرد به دلدین مرد به دلدین مرد به کیلر مرد به کیلر کیلر ما کیست رحمانو دلدین ما کیست رحمانو دشمن ما کیست رحمانو خونخوار ما کیست رحمانو تروریست ما کیست آدمکشی ما کیست آدمکشی ما کیست دشمن ما کیست وطنشناسی ما کیست خائن ما کیست شرمندگی ما کیست رحمت الله ما کیست مرحبران ما کیست امران قراس ها پیکوست امام نظر ها پیکوست محمد آسمی را پیکوست حبیب تنظیم ها پیکوست برادران عزیزی ما را در زندان ها کی نگه می‌دارد ما برای همین بگیم مرد به رحمانه مرد به رحمانه مرد به رحمانه مرد به رحمانه اینا برادران اهل اسلام گوش کردین خطو الان تشکر برادر الان در اینجا معروف لنگرچی حضور دارم برادر معروف لنگرچی برادر ما معروف لنگرچیف صحبت میکنن گوش کنیم برادر سلام و درود بر مردم شریف تاجیکستان سلام وجب کارکنان رژیم و قاتلان آدمکشان رژیم ما هیچ وقت خون برادران ما را فراموش نکردیم و ما هیچ وقت خون برادران را فراموش نخواهیم کرد ما هیچ وقت زندانیان را فراموش نکردیم و نخواهیم کرد اگر مرد باشد اگر رژیم شما حقیقت داشته باشد مرد باشد از تیرزا از پشت پنجره ما را نگاه نکنه مردی داشته باشه جرأت مردی داشته باشه بیارم گوش کنه ما چه میگه ما فقط آزادی ملت نخواهیم ما فقط برای آزادی ملت برای آبادی و سربلندی ملت اینجا جمع شدیم ما برای برادرانه که در رفیع و در دیگر جاها در زیر زمین ها و در جای دیگر خر بکند و حرامت ما برای اونا خستیم ما بلند شدیم که امروز رژیم دیکتاتوری رامانوف رو از تاجیکستان نصف کنه مرد بر رامانوف مرد بر رامانوف استعفا رامانوف ما دیگر رژیم دیکتاتور ما نخواهیم ما دیگر رژیم ما نخواهیم ما از این غلطی تاجیکستان را پاک خواهیم کرد ما از این غلطی تاجیکستان را پاک خواهیم کرد مرد بر دیکتاتورا مرد بر دیکتاتورا و هر نقشه که رامانوف داشته باشد و رامانوف برسانه انشاءالله هیچ وقت خون تاجیکان را آزاد نمیذاریم و ما هیچ وقت نمیگذاریم که خون تاجیک بزرگ ریخته بشود و هر نقشه که برای منطقه تاجیکستان داشته باشی یادت نرود ما تا آخر جان تا آخر نفس مبارزه خواهیم بود انشاءالله من دانوار روبرو خواهیم استاد و روز موقعی چه در پیش ملت تاجیک سرخم میفتی و دانو میزنی بخشش میطلبی و اون وقت ما ترا نمیبخشیم مرگ بر دیکتاتورا مرگ بر دیکتاتورا مرگ بر رامانوف مرگ بر رامانوف آزادی بر زندانیان سیاسی آزادی بر زندانیان سیاسی آزادی بر ملت شریف تاجیک آزادی بر ملت شریف تاجیک بیدار شده شاهدارم بیدار شده و ما تا آخری جان داریم ما در تمام دنیا تاجیکان را بیدار خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام ماشاءالله این برادری معروف ما بود استاد رجونا تو بلایت و این اصحاب گفتن و این شعرهای چهره پیغمبری دارن
و این کودکان بیگناه و این کودکان در بدر و این کودکان مهاجر اینا کودکان عمر قوت باشند. رحمان و فریشین رحمان میخواست که این کودکان را زهر دهد. تصور کنید میخواست که این کودکان را زهر دهد و از بین برد. این روز قرنیسا خواهر ما همسر عمر قوت را از قرش فرار کرد، با 5 کبوتره کرد، با 5 تکه کرد در یک گوشه دیگری در نزدیک امریکا است. تصور کنید اینها وطن را از ما گرفتند، اینها زندگی ما را بدبخت کردند، اینها جوانی های ما را بریدند، اینها میخواهند کودکان ما را کشند. دستی مردی که امر میکند که یک کودک را بکشد شکسته باد، نخواد رحمان آرام خواب رود، نخواد به خواب رحمان این کودکان نبرایند. این کودک به این چشمان نگاه کنید، به این چهره ها نگاه کنید. پدر اینها را کشتند، پدر مبارز اینها را کشتند و امروز اینها را سرخون سرگردان کردند. رحمان نه تنها از زنده های میکروفون طرف اسکیه رحمان نه تنها از زنده های ما بلکه از مرده های ما میترسد. رحمان از زنده بدون عمر قوت میترسید و حتی نگذاشت که تابوت عمر را به تاجیکستان برند و عمر را در تاجیکستان خاک کنند. رحمان اینقدر ترسو و ترسانچک است که از کودکان عمر میترسد، از این 5 کودک بیگناه. مرد به انسانی که به کودک به سوی کودک تیر میکشاید. مرد مردم تاجیکستان باید دانند که در دوره حکومت رحمان 150,000 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند، بیش از 2 میلیون در بدر رفتند. شما ببینید این چقدر بدبخت است، این چقدر بیناموس است، این چقدر بیشرف است که نمیخواهد که از سر قدرت دور رود. هر کسی که بر ضد رحمان را میخواهد با بهانه‌های گویا که وی اکستریمیست است، گویا که وی تروریست است، گویا که وی اوزی انصارالله است، اوزی کمکدار حزب‌های دیگر است و مردم را به زندان می‌برد. زندان جای رحمان است. رحمان فی نامرد، رحمان فی نامرد، رحمان فی نامرد، جای سکون فی محبت، جای سکون فی محبت، رحمان فی نامرد، رحمان فی نامرد، رحمان فی ناقص، رحمان فی نامرد، جای سکون فی محبت، جای سکون فی محبت، رحمان فی نامرد، رحمان فی نامرد، رحمان فی ناقص، رحمان فی نامرد، جای سکون فی محبت. جای سکون فی محبت. تشکر جد. نی برادر استاد دادا جان ما امروز باید درد خود ایستادیم. ما امروز اگر گرچند رحمان را تروریست میگیم، تروریست میگم. اگر کسی گفتی چرا ما را تروریست میگیم و تو که چقدر مردم تاجیکستان این تروریست ترور کردن و چقدر مردم تاجیکستان کنج زندان و مالکیت مردم تحقیق کردن، وارد کردن مردم. و امروز دوست میگیم رحمان را. بگیم که امروز رحمان را دوست است، واقعا دوست است. امروز میگم رحمان غارتگر است، واقعا غارتگر است. رحمان را زیرکی بازی کرد، به تفصیل و سخنی آمده رسا خار کردید، مردم تاجیکستان خار کرد، شرمنده کرد، شرمنده کرد، از وطن بیرون کرد. 2 میلیون ما امروز برادران یوسف امروز کم آمده، ولی این سفارت، این کسیفان، من در برآمده را میگفتم که
این کثیفات یک مرد ندارد حکومت رحمانو. اگر مرد باشد برای اگر مرد نباشد کوتاهی داره ادا کنه. ماشاءالله. کوتاهی دار لازم است. وای سفیر وای سفیر تو سفیر مردم هستی و سفیر رحمانو. کوتاهی دار با سفیر تاجیکستان. اگر شما زنی ملت مخبره کجا بترسی؟ مردم دوسته کرده، مردم غارت کرده. بچه ما گفتین همه اوضاع خوب اومده سه التماس اکای دوشنبه 24 جواب ته بمانده. خوش رو آمده سه اوضاع بگو که طالبان چوه سلطه را گرفتین شما خاموش هسته. طالبان افغانستان سلطه را گرفتین محکم کردین شما پروا نداره بگو. برای نیرم گپ زنی. خوب این بزرگا هستن. این بزرگا حتی قدرت ندارن. توانایی ندارن که در مقابل یک گروه تیاران برآمده حرفشون رو جواب گوید. به خاطر دوست هستن، به خاطر تروریست هستن، به خاطر اکستریمیست هستن. ما حق هستیم، ما حق هستیم. این زمانت است، این واقعیت است. اگر حقیقت باشد برای اوی بیناموسا اوی بیطرف ها اگر واقعا شما حکومت هستید، اگر واقعا شما حکومت مردمی هستید، پس برای پیش مردمتون، پس برای در مقابل مردمتون حرف بزنید. اوی زحمت ها، اوی ناکس ها، اوی کثیف ها، مرد بشیره بود که شما در مقابل مردمتان حرف ندارید. به خاطر که شما پدرسک هستید، دوست هستید، خانواده و اهل بیت شما غارتگر است. این سفارت تاجیکستان است. این نمایندگی تاجیکستان در شهر برلین است، نه نمایندگی خانواده رحمان‌آفر. برای با مردمتان صحبت کنید. اوی تاجیک‌ها، اوی بزرگ‌ها، رحمان رو بریست شما، رحمان رو بریست شما دوزخ با، رحمان رو بریست شما بی‌شرف با. شما هم در این چهار بی‌شرف هستید. پیش بابوش زده. نه پیش بابوش. شما که رحمانتون بزرگ است، شما هم بزرگ هستید، نیست هستید، مرد نیستید. یک مرد نداشته بوده از حکومت رحمانو. مردم تاجیکستان، مردم شریف، حکومت رحمانو ببینید یک مرد نداره. اگر یک مرد داشته باشد اینجا الان با ما و شما صحبت نکرده. واقعا این حاضر هستم کوتاهی دار با سفیر کوتاهی دار با سفیر ماشاءالله ماشاءالله. از داده جون اتبلایف صحبت نکنن انشاءالله. بازی کم ترک میکروفونشون چیزه شدن انشاءالله. شد این به رحمان خود مردم پاکستان به چی لقب‌های نام میگیرن. بزبان، امام تصفر، اسلام، قاطی، اینا شیطان ولی. یکی من یک چیز فهمیدم که واقعا لقب بزبان به رحمان موضوع بودن. رحمان و بزبان، 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 رحمان و بزبان. ببینید اگر رحمان و یک سفیر یا یک وزیری دستور یک
سفیر حلال یک فرستاده دانه میداشت این یکی از آنها به نزد این ورد و خانواده های تاجیکستان هستند میبره بودن اونها اون میخواهی که شما چه میشوندید این حکومت تاجیکستان تمام تلویزه ها بسته پنجره ها بسته دروازه ها بسته ولی ببینید اونا اسپس پرده ها مثل خرگوش مثل روبه مثل شغال میپایند انشاءالله روز میرسد که شما تاجیکستان لباس های زنانه بدر میکنید و ترک تاجیکستان میکنید شما حق معنوی سفیر بودن ندارید شما حق معنوی وزیر بودن ندارید حکومت شما غیر قانونی است پرزیدنت شما غیر قانونی است شما های اوباش و بوز و خاین و خیانتگر هستید خدا خواهد انشاءالله من میتونم اشکارا برای همه اعلام کنم که بهترین ادرسادهای اروپا برای بسخود بین خلقی دادن امام علی رحمان تمام سند ماشاءالله در نزد سود بین خلقی این قاتل این برادر التماس بدون یگان گناه مردم را به حق شناندن انشاءالله روز جواب دور نیست روز دور نیست که من میترسم که رحمان را مردم بدار نکشند لیکن اما یک خدای گوشتی دیگر پش این مردم را گرفتن نمیشود دیگر زندگی برای این مردم خیلی و خیلی معنی خود را گم کرد این مردم تاجیکستان برای همه چیز آماده هستند و این جوانان که اینجا میبینید اینا تمام تاجیکستان هستند اینا جوانان ناموسور هستند اینا جوانان سربلند هستند آینده تاجیکستان اینها هستند اینها وزیران آینده اینها سفیران آینده اینها مبارزان آینده اینها افتخار آینده تاجیکستان با تاجیکستان آزادی با تاجیکستان آزادی با شهرت قدرت آزادی حضرت سعید آزادی با محمد رضی اسکندر آزادی با یعقوب سلیم آزادی با مقصود ابراهیم آزادی با محبوسان شاسی آزادی با مطبوعات آزادی با افغانستان آزادی ابراهیم شاسی بالرهانم به خواهران ما که این روز میخواهیم از سر اینها خاطرشان را بگیرند به خاطر اینها که این روز حکومت رحمان است به یک عمل ما بر اشتراشی سر کرده و ما به این سرتراش ما به این پشتراش ما به این سرتراش ما به این پشتراش ما به این سرتراش ما به این سرتراش ای مره امام علی رحمان مر یا روستا بیای ایخ شرمندت کرد اگر کس نمونیم دستمونی نمیمونیم ایخ شرمندت کردستم ایخ خدر انشاءالله پیروزی در ما برادر انشاءالله نرمالی که کتاره دیدی کالی مالک شو مالک کتاره دیدی یا برادر برامده سخن کردیسیان انشاءالله سخنه خوب کنید نه اینجا حضور نه برای تاجیکستان بخیر برای ایلا تا خبره گستاندار بیستان بس که بچه سیاسی گیرید سیاسی گیرید الان سخنه باید مبارزان این برادر ما اسلام صبر است برادرای عزیز خلق تاجیک شنوندگان رادیوی زیر تاجیکستانی نو
امروز ما اومدیم اینجا چطوری که معلوم میشه و همه این بدبختا ترسیدگیان، همش از پشت پرده بجا شدگیان، یک مرد نمیبوره که گپ زنه. والله قسم که در هر یک خطره استاد عمر علی قواد شما جوابگو هستید. در خونش تا مبارزه اگر پدراتو رحمان ظالم قطعی داماده اگر در سامانی حیاتونا خوز نمونه اگر ما ایران نمیگردیم. استعفا! 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 دست گفت یک بخشش برادر و ورژنی برادرمون کمتر عصبی شدن. همین قدر ماها حکومت رحمانو یک واقعا سیاستمدارم در خارج کشور نداشته. یک نفرم نداشته بوده. فقط فکر میکنی که این سفارت کارگر ندارد، این سفارت کسی ندارد. مگر این سفارت گویا که مرده ها هستند. در این سفارت گویا که یک گنگاه هستند، در این سفارت کورا هستند، در این سفارت کرا هستند، در این سفارت بیشرف ها هستند که حتی ما را نمیبینند یا که ما را نمیشنوند. ببینید که امروز در تاجیکستان چنین صدای مردم رو نمیشنوند، صدای مردم رو نمیشنوند، اعصاب مردم رو نمیبینند. با چنین چنین 24 سالی سال است که مردم تاجیکستان را صداشو نمیشنوند. اینا کورستان حکومت ایران کورست نمیبینند که این خبر نفر دست برو برویت برآمده نمیشنود کرد درد مردم تاجیکستان را نمیشنود. این نهنگانی که هستند اینها بدبخت ها هستند، اینها بیشرفان هستند. 24 سال است مردم با چنین عذاب با چنین بدبختی در تاجیکستان زندگی میکنند. دوستان پیش بودیسیم اینها نه در تاجیکستان شنیدن آوازی مخالفان خود دارند، نه در خارج کشور، نه در هیچ جایی. اینها با صدا با آوازی مردم با اراده مردم در این حکومت نمانده. اینها حکومت تاجیکستان را غصب کردند، اینها حکومت تاجیکستان را دزدیدند. در این خاطر آنها دوست هستند و اگرچه آنها با آواز مردم، با صدای مردم، با خواست مردم در این کلیساها، در این سفارتها، در این کرسیها نمیشستند، امروز در بری مردم بودند، با مردم معامله کردند. بله اینها دوست هستند، اینها غارتگر هستند، حق مردم را، آواز مردم را، منخیصیاتی مردم را دزدیدند. ما دیگر به اینها، به این حکومت، به این اولاد تنقیز زن ایزاری زنهی زن و رومال زن میدهیم. به اینها دیگر ما باید رومال به امام رحمانو رومال به امام رحمانو و سفیران و کارمندان و همسفارش اعتبار به امام رحمانو کوتا به امام رحمانو کوتا چکن به امام رحمانو نسکی دریدگی داره، نسکی هم در پره رحمانو واقعا امروز نشان داد به هندوستان واقعا شما خودتان دیدید، واقعا شما خودتان دیدید که رحمانو قدرت توانمندی هیچ چیزا ندارد و با مردم هیچ وقت مقاومه کردن نمیتواند. و دوستان عزیز، هموطنان عزیز، این است ماشین‌های برادران آلمانی هستند و هستند که بتوانند ماشین‌هاشان را پیاده به تاجیکستان بروند، از آلمان پیاده به تاجیکستان بروند، از تاجیکستان از خانواده رحمانو پیدا میکنند ماشین‌های خود. رحمانو ماشین‌های آلمانی ها را برمیگردان. ما نمیخواهیم که باز به تمغه ماشین دوستی ملت تاجیکستان را شرمنده بکنیم. ما نمیخواهیم امروز مردم تاجیکستان را که خانواده ایتون را تجربی بکند
خانواده توفت نرکاتیک دیگر کار دارد و تمگاش مردمی تاجیکستان گرفته است. ما نمیخواهیم دیگر تمگاه دیگر بگیریم. تو رهبر ماشین آلمان را برمیگردان. دوسته اوی خود چکنده اوی دستی دریده برمیگردان. استعفا واقعا در این حرکت در این لمحه شما چیزی میبینید که این رمز تاجیکستان در آلمان در گرمانی رمز تاجیکستان شده. بسیار روزنامه و مجله های مشهور آلمان شپیگل و دهها روزنامه های دیگر درباره ناشناسی های رژیم رحمانوف مقاله ها چاپ کرده بودند. سال گذشته قریب 75 مقاله در همین موضوع چاپ شده بود که چه در بهترین گرمترین ماشینه ها را خانواده رحمانوف از آلمان بودند بردن به تاجیکستان و صلاحی بسیار روزنامه ها چنین بود که برادران آلمانی مرحبا به تاجیکستان برید، ماشینتان شما را در دوشنبه انتظار است. و همین تیتر همین صلاحها در تلویزیون های آلمان مخصوصا در تلویزیون مشهورترین تلویزیون آلمان ARD چندین رپورتاژ ها و چندین گزارش ها درباره ماشین‌دوزی های رحمانوف بود. شما تصور کنید در روسیه مردم تاجیکستان را همچون روشن جمشید میشناسند به شرافت رحمانوف. در آلمان همچون ماشیندوز میشناسند به شرافت رحمانوف. برای همین این رژیم، این حاکم، این خودکامه، این کثیف، این سبیل، این خرید دجال حقوق معنوی ندارد که تاجیکستان را معرفی کند. برای همین یگانه راه انقلاب است. با اون برادرانی که بی‌طرفی میکنند، با اون برادرانی که میگویند که این فرض بدبختی به دم ما نمی‌افتد. ما زندگی ما را پیش میبریم. شما باید که این روز امارت قدرت را کشتند، فردا شما را میکشند. این روز محمد رضا اسکندر و رئیس سید و شهادت قدرت و مقصود ابراهیم و یعقوب صدیم را حبس کردند. فردا حتما شما را زندان میکنند. شما فراموش نکنید که امام نظر رو تماما یک آدمی بود که بیمار بود و یک تزخ میگه حتی را گشتن نمیتونید. شما خون زدن و در خونهش کشتند. یا گرمید جوانی بیباک سبزنی نماده بیوید را واقعا این پلاکت را نشان دادشان برادرجان اهل اسلام. من میخواهم که در باره امام رضا بیمار بود. وقتی که در تاجیکستان در بدخشان رحمانوف جنگ اعلان کرد این مردم را به صلح دعوت کرد. این نگویست که مردم به دست قرآن و اسلحه گیرند و عاقبت او را کشتند. سبزدی یک جوانی بود که در جدی همایی یک خودش این طرف میرفت مردم را به آرامی دعوت میکرد. بعدا این جوان بیگناه را در سر نماز در بالای جای نماز کشتند. این عمرای قوت بود. این چه گناه داشت که اینا بیوطن کردند. این چه گناه داشت که در ترکیه در استانبول اینا کشتند. این کودکان اینا را چه گناه داشتند. برای همین رحمانوف دیگر حق معنوی رهبر بودن ندارد. رحمانوف دیگر حق معنوی سرور بودن ندارد. جای رحمانوف زندان است. جای رحمانوف تنها زندان است. جای سفیران دوست رحمانوف زندان است. جای سفیران بیخرد سفیران بیسواد رحمانوف کندی زندان است. رحمانوف تنانه رحمانوف تناقه جای تکن رهبر رحمانوف تناقه جای تکن رهبر رحمانوف تنانه رحمانوف تناقه
جایی که کنجی مهده جایی که کنجی مهده رحمان استنامه رحمان استنامه رحمان استناقه رحمان استناقه جایی که کنجی مهده جایی که کنجی مهده برادران عزیز حاجی علی اگر که گپ مرا بشنوی حاجی علی بگو که برای سلطاتایی که طالبان 4.5 ماه قپیدگی هستند در طرف افغانستان و حکومت پروا نداره ایرم گپ زنه در اوجا اخی فهمیدیم اکا جان گفتگیم سناز انشاءالله بگم گفتم اکا جان نشنم از تاجیکستان آباد نمیشود اینا به همون نادانی هستند به همون خریت هستند اینا قانونای میبرارند که در حمرشای اگر طرف نبرآورده بود برادران عزیز خواهران عزیز اینا امروز ریش مسلمان را میتراشند اینا امروز حجاب خواهران را میکشند اینا امروز قانونای میبرارند که تو کچاله توی کل بیاد اینا قانونای میبرارند که تو لباس بپوشی اینا کبله که دختراشان چند میکنند که چند سانتیمتر باشه اینا عقل ندارن که یک قانون ببرارن اینا یک جای کار در تاجیکستان تامین نمیکنن اینا تا امروز برای کسی یک جای کار ندادن اینا یک کارخانه نساختن و جای کارخانه ساختن اینا هر روز تئاتر میسازن که دختراشان لخت در اونجا برقصن اینا هر روز تئاتر دیسکتیلو میسازن که دختران تاجیک را فاحشه کنن اینا یک بارم برای مرگ مظلومان بیچاره غلام روسیه یک بار صدا نکردن اینا میرینن اینا ترسوان اینا از روسیه میترسن اینا یک بار نگفتن که چرا سرزند مرا کشتی یک سرزند ارمنی رو در ارمنستان روسا کشتن تمام ارمنستان خیست در تاجیکستان در مردم تاجیک تو ناموس نداری دفنی مردار هر سال مرده میارن مادرهای جگرسوز ناله میکنن خواهرهای مردم رو دخترهای مردم رو تجاوز میکنن مادرها گریه میکنن بخیزه تا که ما این ما کسا را طاقت نکنیم ما دیگر طاقت اینا رو نداریم ما صبر اینا رو نداریم و صبر نخواهیم کرد اینا از این روز خواهند دید ما تمام دنیا را خواهیم خیزون ما تمام دنیا را خواهیم نشان داد که تاجی که ما تاجدار بود تاجی که ما فردوسی و سینا بود تاجی که ما رودکی و عینی بود تاجی که ما رحمانوف نیست تاجی که ما اجداد اولاد رحمانوف نیست تاجی که ما بازار صابر کافر نیست تاجی که ما به خدا نیست تاجی که ما با ایمان ترین مسلمان است تاجی که ما بزرگترین تاجدار دنیا است ما اون تاج را با هر حالش شد با هر زحمتش شد جان میدید ما اون تاج را در سر مردم میشنانیم رامان فیستاسو رحمان فیستاسو مرگ بر رامانو مرگ رحمانو رامان فیستاسو رحمان فیستاسو آزادی بر زندانیان سیاسی آزادی بر زندانیان سیاسی آزادی 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 تاجیکستان بدون رحمان تاجیکستان بدون رحمان تاجیکستان بدون رحمان تاجیکستان بدون رحمان ما تاجیکستان را از اولاد پاک میکنیم ما تاجیکستان را از اولاد پاک میکنیم ما تاجیکستان را از این نجاست پاک Magico, magico da te, magico. Ázadi, Ázádico! آزادی Ázádi! آزادی Ázádi! آزادی Ázádi! آزادی به مسلمانان تاجیک Ázádi به مسلمانان تاجیک! آزادی به علمای تاجیک آزادی بر علمای تاجیک! آزادی بر مسجدهای تاجیک آزادی بر مسجدهای تاجیک! نهضت مفتیهای کافر نهضت مفتیهای کافر!
برادرجانای اهل اسلام انشاءالله این صف ما بهت بسیار شدگیه. من میخواهم که به مردم شریف تاجیکستان مراجعت کنم. شما ببینید این چند برادران عزیز، سرنوشت ما در دست ماست، قسمت ما در دست ماست. ما باید همه با هم بیاییم و به خاطر آینده فرزندانمون آزاد کنیم. ما دیگر راه نداریم. دیگر نیست میگویند. فقط با معنی اون رو دارد که ما حقیقی در یک وطن هستیم. ما احساس نداریم که ما چه خیر در یک کشوری که مردمش بدبخت هستند، در یک کشوری که جوانان آینده ندارند، در یک کشوری که زنان دختران تاجیکستان را مردم دیگر کنیزک خدمتگار استفاده میبرند، دیگر طاقت کنیم. دیگر وقت صبر طاقت نیست. دیگر وقت مبارزه است. مبارزه برای شرف، مبارزه برای ناموس، مبارزه برای یک زندگی ارزنده، مبارزه برای آنکه نام این ملت را که رحمان به زمین زد از زمین برداریم. شما اگر مثل این جوانانی که این روز هستند در شهر خودتون، در دهه خودتون، در کوچه خودتون برای باور کنید که رحمان و طاقت های رحمان زود از اونجا فرار میکنند. من از فرصت استفاده برده به نماینده های ساختارهای قدرتی، به جنرال هایی که شرف دارند، به افسرانی که ناموس ملی دارند، یگان وقت به سوی مردم تاجیکستان، به سوی مردم خودتون، به سوی پدر و مادر خودتون تیر نکشید. هر روز میره میترسیم که اگر کسی به دلگرمایی برآید، کسی میتین کند، ما او را نیست نابود کنیم. چند روز پیش یکی از عزیزان رحمان رمضان رحیم گل یک مشق بزنیم برای ترساندن و اینکه گفته بود که نشان داده بود که هر کسی به گردهمایی برآید ما نیست نکنیم. این رژیم نمیتواند همه ما را نیست کند، لیکن ما در صف ما پیشمرگه ها هستند، در صف ما جوانانی هستند که از مرگ نمی‌هراسند، در صف ما جوانانی هستند که آماده‌اند به خاطر وطن، به خاطر آزادی، به خاطر ایمان، به خاطر ناموس، به خاطر پروردگار از بحر جون خودشان بزنند. بسیاری از پاسداران ما برای هستند که از یک زندگی نامردانه، از یک زندگی کثیفانه، از یک زندگی پر از احتیاج و پر از عجز مردن 1000 بار آماده است. اما ما میخواهیم که این جوانان زنده باشند، این جوانان زندگی کنند. انسان یک بار به دنیا میآید، اما شما ببینید که این ملت ما را چیکار کرده. این جوانان در آلمان چیکار میکنند. این جوانانی که امروز در اروپا در بهترین کارها کار میکنند، دانش خود دارند، مجبور هستند که بیرون از وطن زندگی کنند. اگر حکومت نشود انشاءالله این جوانان بهار ناموس به وطن میگردند و من باوری دارم که اگر ما از رحمان خلاص شویم، اگر ما از این وبا خلاص شویم، اگر ما از این سپید خلاص شویم، اگر ما از این بیماری تبابت نشونده خلاص شویم، ما تاجیکستان را به بهشت روی زمین مبدل میکنیم. من به این باوری دارم. من به جوانان تاجیکستان باوری دارم که امروز در گوشه های گوناگون دنیا هستند. من باوری دارم که در بین ما جوانانی هستند مثل احمد که دوام راه احمد شاه مسعود هستند، دوام راه واسطه هستند، دوام راه مقامه هستند، دوام راه سپتنین هستند. زنده باد تاجیکستان، زنده باد تاجیکستان، زنده باد تاجیکستان بدون رحمانو، زنده باد مردم سربلند تاجیکستان، ما برای شما آماده هستیم که زندگیمون را، حیاتمون را، ما نمیخواهیم که دیگر مادران تاجیک دیگه کنند.
ما نمیخواهیم که دیگر فرزندان تاجیک حاضر باشند. ما نمیخواهیم که فرزندان تاجیک در گوشه های گوناگون دنیا زندگی کنند. ما نمیخواهیم که همه در وطن باشیم، در وطن زندگی کنیم. ما یک وطن داریم که نام از تاجیکستان آزاد. ما برای تاجیکستان آزاد، برای آزادی آماده هستیم که جان خود را قربان کنیم. زنده باد تاجیکستان! زنده باد تاجیکستان! زنده باد تاجیکستان! زنده باد تاجیکستان! زنده باد آزادی! مرد بر رحمانو! مرد بر رحمانو! مرد بر این رژیم خونخوار! مرد بر این رژیم خونخوار! مرد بر این تیرر! مرد بر این تیرر! مرد بر این تروریست! مرد بر این تروریست! مرد بر این زهاق! مرد بر این زهاق! مرد بر این دجال! مرد بر این دجال! مرد بر این سرقاتل تاجیکستان! مرد بر این سرقاتل تاجیکستان! مرد بر این گدازاده! مرد بر این گدازاده! مرد بر این شغال! مرد بر این شغال! مرد بر این ترکه! مرد بر این ترکه! مرد بر این شبوش! مرد بر این شبوش! رحمان اختنامه! رحمان اختنامه! رحمان اختناقه! رحمان اختناقه! جایی تو کنجی محبت! جایی تو کنجی محبت! رحمان اختنامه! رحمان اختنامه! رحمان اختناقه! رحمان اختناقه! جایی تو کنجی محبت! جایی تو کنجی محبت! رحمان اختنامه! رحمان اختنامه! رحمان اختناقه! رحمان اختناقه! جایی تو کنجی محبت! جایی تو کنجی محبت! جایی تو کنجی محبت! جایی تو کنجی محبت! رحمانو تو یک بسیار هستی که این ریاست دختران شاشید حجابشون را میگیری، ساباشون را میگیری، تو شرم نمیداری، تو این جوانان تاجیکستان را روزشون را میگیری، مگر تو رشتراشی، مگر تو سردراشی. ای کسی، ای پنیر، ای پتخه، اگر تو پشتراش باشی برای به همون پشم گوشتاندار تراش که برای انتظار هستم. تو یک بزبان بودی، تو یک تیرکان بودی، تو یک گدا بودی، تو کسی نبودی که این روزه چی شدی. اما تو انشاءالله ما تو را بر جای خودت می‌نشینانیم. انشاءالله سالی تا آدمی موندن نمیسوزد. اگر سوزد شب سوزد. انشاءالله آفتاب آفتاب انقلاب، آفتاب انقلاب! آنها را روشن بکن، دشمنان را کار بکن. آفتاب انقلاب، آفتاب انقلاب، الان در اینجا در خواهدی ما حضور دارم و میخوام یک چند سخنی خود در دینی خودشون ابراز دارم برای خارجی. السلام علیکم محترم خواران برادران، اصحاب دیگران خیدید آزادیتون خود را طلب کنید. ما در اینجا هیچ کس سطری ما را نکشید، لباسای ما را نمیگن که نپوشین. مامانه که سطری خود را سر خود بکشن، آزادیتون را طلب کنید. بخیزید که وقتی ما آمد. اصحاب دیگران خیلی اصحاب دیگران خیزید. خیزید برادران خواران، خیزید نمانه که ما را خیلی بیمان کنن، به تفریق کنن رنگ خودشون، رنگ دختران خودشون. نمانه سطرتون را بکشن ای سرتون. ببینید برادران عزیز، این خواهر ما در آلمان است، در مرکز اروپا، ولی کسی به اون نمیگه که تحت رو بگی. هم لباس خواهد میپوشد، کجای خواهد تحصیل میکند، کجای خواهد میرود. این است آزادی. اما یگان نفر در کوچه، در مکتب، در کارگاه نمیگوید که این خواهر عزیز چرا حد پوشیدی، چرا اسلام میپوشید. برای همین ما باید نگذاریم که ریشهای ما رو تروشد.
از خوابیگران خیز. از خوابیگران خیز. ای بچه ای ما این خطه شدید اسمایی نگی ای در زن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرای عزیز. السلام علیکم و رحمت الله هموطنان گرامی. نه هموطنان عزیز، من برای شما یک مراجعت دارم. بعد از کلام خود میخواهم به هر یک جوان تاجیک، به هر یک مرد تاجیک همینه برسانم که برادرای عزیز شما نترسین، چون که شما را مادرهای شما مرد تولد کردگی بود. وقتی که شما تولد شدین در چهره مادرهای شما تبسم بود. مادرهای شما شکرانه خدا را میکردن که من فرزند مرد تولد کردم. شاید که ناموس ملت شد، شاید که شخص شد که قدر و قیمت ملت در تمام دنیا بالا دارد. شما نترسین، شما به آرزوهای مادرتون باشین. شما بدانید که مادرهای شما در تبسمی که شما را تولد کردن همین گونه آرزوها داشتن. شما از اینها نترسین، اینها مرد نیستن. اینها اگر مرد نشیدن امروز میبرامدن در اینجا، امروز میبرامدن برای جوانه را سوال جواب میکردن، در مقابل خیانتاشون میبرامدن جواب میدادن. نترسین، یا شما را فقط ترس میتین در کجایی که شما میبرین آنها نامردانه یا پشت کردن بجامشان و برآمد نمیکنن و به شما کار کردن نمیکنن، چون که اینها میترسن. اینها مرد نیستن، اینها یگان وقت مرد نبودن. اینها فقط نامردن، فقط کثیفن، فقط تروریستن. مرد بر رژیم رحمان، مرد بر رژیم رحمان، مرد بر رژیم رحمان، مرد بر رژیم رحمان. آزادی به زندانی‌های محبوسی، آزادی به زندانی‌های محبوسی، آزادی به تاجیکستان، آزادی به تاجیکستان، آزادی به تاجیکان، آزادی به تاجیکان. مرد به وطن فروش، مرد به وطن فروش، مرد به زمین فروش، مرد به زمین فروش، مرد به آن شخصی که وطن ما و شما را امروز یک پسترین وطن کرده، یک وطن کرده که امروز نامش متاسفانه در دنیا وجود ندارد. برادرای عزیز، ما نامی وطن بالا میبرداریم انشاءالله. ما و شما هستیم که غمخواری ملت هستیم. این شخص ها بجز دزدی، بجز غارتگری، بجز از بین بردن این ملت کار به ما و شما نمیکنند. برادرای عزیز، آزادی وطن در دست من و شما است. آزادی و آبادی وطن در دست من و شما است. بخیزیم، قیام بکنیم. این وطن از دست این دزدان، از دست این تروریستان، از دست این قاتلان آزاد بکنیم. ای رحمانو، من از تو نمیترسم. تو چون که نامرد هستی، اگر تو مرد نشدی این انسان را نمیکشتی به خاطر آزادی. تو مرد نشدی این انسان را به خاطر آزادی نمیکشتی. اگر تو امروز آزادی خواه میکشی، بیا مرا بکش، بیا فرزندی مرا بکش. ای تروریست، بیا این فرزندی مرا بکش، بیا مرا بکش. من از تو نمیترسم. من آزادی خدمت نمیکنم. من برای آزادی میخزم، برای آزادی جان نمیتونم. تو کثیفی، تو پلیدی. استعفا! 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 نوکاچه جکیدگی میزد کاریش و ما از حکومت رحمانوف استعفای مالی رحمانوف امروز طلب کردیم و از حکومت رحمانوف ما آزادی محبوسان سیاسی محمد روزی اسکندرов، زید سعیدov، شهرت قدرتov و مقصود ابراهیمov، یعقوب سلیمov و ناجخين يا كجمو ناجخين
از حکومت رحمانوف ما طلب داریم که هر چیز زودتر با راه مصلحت آمیز، با راه دوستانه حکومت را به استعفا بدهد و آرامانه این دیگر به درد مردم تاجیکستان را زیادتر نکند. به از آن این ملت را 24 سال درد دادند و این ملت را به خواری و زاری آورده رساندند و ما خواهش میکنیم که از مردم تاجیکستان درباره مردم امروز در غم همدیگر ما یک جای ایستاده و این حکومت رحمانوف و این حکومت تروریست و اکستریمیست رحمانوف را از بین ببریم. مرحمت فرادر دکتر جان عطاالله. ویدیو ما هرچنده که امروز نماینده های سفارت تاجیکستان فیلم فوتو باز برادر جان باز یک دقیقه برادر جان انشاءالله سر بکنم. گوش که همو بگو روسی و انگلیسی هم گاو زنه، همو زبون خچون خطی هم گاو زنه، خود جالی همی را بفهمونشون. مالا شد گفتگیان انشاءالله. و میتینگ های خود را در تمام دنیا در تمام کشورهای دوام دهیم. همه اینها یک مشق است، مشق برای یک جلوهمایی سراسری در داخلی وطن در تاجیکستان عزیز ما. برای همین من به همه شما عزیزان میگویم تا دیدار در تاجیکستان. برادر جان خیلی انشاءالله دوام دادستیم پروسه زریادوی چیو ششتگی هم برادر جان قدر داد زدن قدر گفتن اکسه 4 تا میکروفونوی کلام بود بلند گپ زنکو. انشاءالله برادر جان ما گپ زدستیم اینجا برادرها بسیار آدم آمدگی هستن شهرمردای تاجیکستان. انشاءالله برادر جان اینجا برادری ما خسرو برادر. سلام علیکم برادران عزیز، باور کنین در اینجا ما جوانمردا جمع شدیم. اکثریت شما خیلی مرا میشناسین، چند روز است که برآمدم نکردیم. انشاءالله که غلبه نزدیک است برادران. همه وقت حرکت کنین، همه وقت به پیش، همه وقت ما انشاءالله که وطن آزاد میکنیم از این ظلم و ستم برادران. انشاءالله به نزدیکی این ویدیو را میبریم، همه شما میبینین ما را. دوستان عزیز همتون سربلند باشین، همه وقت به پیش حرکت کنین، همه وقت به پیش. مرگ به امام علی، مرگ به امام علی رحمان. خوب برادرای عزیز گرامی، ببینه که امروز چهره حکومت چهرهش فقط خاموش میکند و میگریزد، درهای سفارت‌ها را محکم میکنند. این جای ترس اینها است برادرای عزیز. انشاءالله این واخری دیوم سیوم بعد ترکیه بعد گرمان انشاءالله در تاجیکستان میشود. جای تو کنجی محبت رحمان تو نامد برادر جان با فکر امکان پستر اومده است اینجا ما انشاءالله حالی دوام دارد. یک ساعت 2 ساعت دیگه وقت داریم. انشاءالله برادرها همه صورتها را میپرتویم، تماشا میکنیم، ویدیو را میپرتویم برادر جان. انشاءالله میگم که برادر جان علیسلام ما باوری نداشتیم میخدر آدم جمع میشه در اینجا. ما برادر هستم حاجی علی، انشاءالله ما در آلمانیم. انشاءالله برادر جان ویدیو را همه را ثبت کرده میپرتویم. پروسه بلند گپ زنکو که چی شدگی بلند گپ زدن نمیتونم برادر جان. تو دو زده سیمو شما ممکن که پس شنویم برادر جان. برای هوای شما دوام که در کانال ما انشاءالله موندن میگیریم. انشاءالله دوام دارد برادر جان اهل اسلام. خداوند همه ما شما را نگهبان باشه و پیروزی در سرزمین تاجیکستان برادرها.
خوب برادرای عزیز گرامی، امروز در آلمان میتینگ رفته سادس الحال این نامردا و کثیفا، این به ایمانا، این به شرفا، این آدمایی که امروز دلسوز به ملت تاجیک نیستند، امروز اگر که اینا دلسوز میشیدن 4 سالده به افغانستان طالبا گرفتگی هستند نمیتین اما محبوسای افغانا را از تاجیکستان آزاد کنند و او 4 سالده بیگناه بگیرند. این نشانه مسلمانی اینا نیست. این پروای مسلمانان ندارد، این پروای ملت تاجیک ندارد، این پروای خلق ندارد، این فقط پروای اولاد خودش دارد، این فقط ملت خودش خار میکند. ما جوان مردا انشاءالله ملت تاجیک سربلند میکنیم، ما جوان مردا انشاءالله حرکت میکنیم، انشاءالله پیروزی در دست ما و شما است، انشاءالله ما پیروز میشویم برادرای عزیز گرامی. همه سطر حجاب برای ما آزادانه است. آزادی میپوشیم، آزادی ره میگردیم، آزادی سخن میکنیم. امروز وقتی که عدل دیدن و با عدل تاجیکستان مقایسه کردن، عدل تاجیکستان در صفت نال زدگی است و عدل این گرمن و دیگر منطقه ها در یک صفتی آمده است که صفت عالی و سر. چرا امروز ملت تاجیک امروز در تاجیکستان خودش خار است؟ چرا امروز ملت تاجیک نمیمانند 35 ساله حج برود؟ چرا امروز ملت تاجیک نمیمانند 18 ساله مسجد برود؟ این نشانه این نامسلمانی اینها را نشان میدهند. اگر اینها مسلمان باشند، اگر اینها صاحب دین باشند، اگر اینها محمد دوست بدارند، نام عبدالرحمن و نام عبدالله را از بین خط میزنند از ملت تاجیک. اینا دوستان ملت نیستند، اینا ملت بخاری برده سادیند، اینا پیغمبر و خدا را هیچ شماری سادیند و خدا غضب چه بالای ما نیارد. برادرای عزیز گرامی، این ای برادرای عزیز گرامی که غضب الله، غضب پروردگار بالای ما نیاید، ما از غضب توی پروردگار میترسیم. ما را حیمت بده، ما را شجاعت بده مانند این جوانای گرمان. خدایا ما را قوت و توانایی بده، ما همچو شیرمند به سوی تاجیکستان قدم زده برای آزادی ملت، برای آزادی وطن، برای آزادی دین، برای آزادی خواهران، برای آزادی رشتاران، برای آزادی آزادانه حج رفتن و 35 سال حج می رفتگی، برای آزادی 18 ساله مسجد می رفتگی. ما حرکت هایی کنیم، ما قدم های کلان خود به سوی وطن بزنیم. امروز و مردمی ما خار شده است، امروز مردمی ما بے صاحب شده است، امروز مردمی ما را کشته سادیند، امروز در قصد جان ما هستند. نه که ما مردن به کله میگیریم و از این راه گشتن نه، ما مردن به کله میگیریم از این راه گشتن نه. این 1971 که پدن علت دلیش که من ندرو ای را بگن ما با جناب عالی گپ میزنیم، ما با سترکتورهای KGB گپ میزنیم، ترمو میگردانیم. خدا زده ملعون یقینا دان که من تو را گفتم تا آخر عمر دارم، تا آخر جان در تن دارم، تا وقتی که در وجود خودم خون دارم من از این راه نمیگردم. اینا بدانه برادرای عزیز گرامی، دوستان عزیز گرامی، ای هموطنان شما ناترس نشوید. شما ملتی با غیرت بودید، ملتی با تاج بودید. چرا امروز ما و شما را حقوق ما را پایمال دارند؟ ما مرده نیستیم، ما زنده هستیم.
ما جوان مردای زنده هستیم، ما حرکت میکنیم. هیچ وقت گروه 24 عقیب نمیزد، زیرا استاد عمر علی قوتوف عقیب نزده بود. ما هیچ وقت عقیب نمیزنیم، زیرا که ما از پول شما بذاریم، از مال شما بذاریم. ما ناموس میخوایم، اسلام میخوایم، قرآن میخوایم. برای وطنی عزیزی خودمان، برای وطنی گلگل شکفانی خودمان نمیخوایم آباد کنیم. ما نمیخوایم دیگر ملت ما غریب شود. ما نمیخوایم امروز ملت ما از بین برود. امروز ملت تاجیک ما، امروز ملت با غیرت ما، امروز ملتی که امروز پایمال شده از حقوقش. ما این ملت از تمام جهان جمع میکنیم، به سوی وطن میبریم، اونها را در داخل تاجیکستان کار میتیم. ای مردمی KGB که امروز شما ما را میشنوید، شما برادرای ما هستید، میدانیم شما میخواهید از این رژیم خلاص شوید، شما ما را انتظار هستید. ما امروز سرافراجان به درک به خدا شنویدستم تا پروست وقتی که زپیس موندگی بدم اونجا دمان در این اوز و چیو نشنویدم. از انشالله رفتیسته انا استاد زبجان برو ما رفتم اونجا رای ماشین داشتم تفید کردن رفتم اینجا ما بچه ها مکتا موندگیم انشالله رفت شو میزنیم نصیب کرگی باشه انشالله. برادرجون اینجا سخن کردیم انشاءالله برادر اهل اسلام بی‌طرف نباشین. شما هم دعوتتون کردن گیره برادرجون انشاءالله همش خوب میشه. خداوند نگهبانتون باشه. صحبت کردن گیره اینجا برادر قسمو که خدا زدن گیریم انشاءالله. برادر عزیز حاجی علی گپ دارن اونا با انگلیسی